این مراسم خیربود با اصلانشاه رحمت الله علیه است. او هنرپیشه خلقی تاجیکستان، حجم‌نگار شناخته و کارگردان نمایش‌های تئاتری بود و بیش از 50 سال عمرش را به تئاتر و سینما بخشید. حالا صدها هوادار صنعت و هنرمندان و کارگردانان برای ویدئو با اصلانشاه رحمت الله علیه در نزد خانه‌اش در دوشنبه جمع آمده اند. آنها از نقش‌های آفریده و خدمت‌های در راه فرهنگ کرده اش یاد آوردند. مراسم جنازه هنرمند در مسجد نوی جامع دوشنبه به نام امام اعظم برگزار گردید. اصلانشاه رحمت الله علیه سال 1954 در ناحیه واسع دیده به دنیا گشوده اینستیتوت عمومی اتفاقی کینماتوگرافی شهر مسکو را ختم کرده است. همکسبانش میگویند رحمت الله علیه با وجود آنکه در عائله سیاستمداری معروف نزار محترم و بوای رسید، ولی مردی خاکسار و بی‌کبر بود. از سال 1975 در تئاتر لاهوتی به هنرپیشگی پرداخت و در نمایش‌های معروف چون گاملت، کاروان بخت، حادثه‌های غیر عادی، گلیم کبود، شاه لیر، راهزنان، مردان نمی‌گریند، وقتی شهر خوابیده است، غروب عجم و غیره نقش بازیده است. این چی سیریه؟ شام آهم ستاره ها نشان میدن. رحمت الله در نمایش قصه عجیب و غریب از روی اثر گربه و موش عبیدی زاکانی نقش شاه موشان را بازی کرده است. از این نمایش با این تعبیر معروف گشت: از گناهت گذشتم این سو گذر. در همین نمایش من وزیر موشان و اصلانشاه شاه موشان را بازی میکرد و از همین جا همچون شاه معروفیت پیدا کرد و استاد عبیدالله رجب میگفتن که من همینقدر کارها کردم، همینقدر صحنه ها، همینقدر در رشته حج چقدر کارها کردم، ولی تو با یک جمله که از گناهت گذشتم این سو گذر، یعنی که اینقدر در بین مردم شهرت پیدا کردی. سال 1994 با تأسیس تئاتر آینه، هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبوف او را به کار دعوت کرد و تا آخر عمر رحمت الله علیه در اینجا فعالیت نمود. در تئاتر آینه چند وقت باز هم هنرمند، هم کارگردان و هم سناریو نویس بود. خوشبختانه من از تقدیرم، از قسمتم، از زندگیم راضی هستم که تا 30 سال همه رو استاد همکاری کردم. متاسفانه تلفاتی که برای تئاتر ما شد من گفتن نمیتوانم. متاسفانه امروز او توانست، یعنی که آمد و نقش خودش رو در دنیا ماند و پدرود کرد با ما. افسوس، دریغ، صد افسوس. سهم اصلانشاه رحمت الله علیه در سینما نیز باریز ارزیابی می شود و کار کارگردانی موصوف هم قابل ذکر است. خوشبختانه با اصلانشاه رحمت الله علیه من در فیلم بیشتر آشنایی داشتم، چون که فیلم مثلا همه هنرمندا و کارگرایی که در فیلم کار میکنن متحد میکنن، همه دوست میداشتن، شوخی میکردن و همچون هنرمندی هم خوبی بودن. شما خودتان شاهد هستید که در بسیار فیلم ها نقش های مختلفی بازی کردن. خود هنرمند در جشن 50مین سالگرد فعالیت ایجادیش با افتخار گفته بود: وقتی محبتی به اندازه مردم را میبینم، با باوری کامل میتوانم بگویم من بیهوده به دنیا نآمده ام و عمرم را به باد نداده ام. این هنرمند دولت پیری و مرگ به آبرو آرزو داشت. 71 سال عمر دیده به قول پیوندانش هیچ بیماری نداشت و نصف روزی 27 اپریل بدون درد و رنج جان به حق سپارید. همون گفت میخوام مرگ به آبرو، در حقیقت شاهدی همون مرگ به آبرو شدیم. با شاهد آن شدیم که مرگ نابهنگام همون هم خداوند دادش. دینه بود ساعت های 11 و 15 روز همین در جای سرشوش در آمد. سرش رو خودش بگیم با زمانی یکی تازه کرد، آبش خالی کرد، آبی رو ورنهی کرد، بعد اینجا شد. اصلانشاه رحمت الله علیه را در آرامگاه لوچوب در کنار چهره‌های شناخته علم و ادب تاجیک به خاک سپاریدند. مهرآفرین نجیبی، آسیا پلیوس.